دلیل زندانی شدن آریانا سعید بالاخره در امریکا فاش شد. آریانا سعید و حسیب چرا سفرهای متعدد به امریکا داشتند؟ دلیل دوری آریانا سعید از هنر موسیقی چی می باشد؟ آریانا در امریکا مصروف چی کار باری است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آریانا سعید صدای طلایی یکی از هنرمندان تاریخ ساز در هنر موسیقی افغانستان که با حنجره طلایی اجدل میلیون ها افغان را از آن خود کرده است. آریانا سعید از طفولیت علاقه فراوانی به هنر موسیقی داشت. خانم آریانا در سال 2008 به طور مسلکی در هنر موسیقی افغانستان قدم‌های نخستینش را برداشت و کنسرت‌های در داخل و خارج از افغانستان برای دوستداران و طرفداران صدایش برگزار می‌کرد. آریانا بیشتر اوقات آهنگ‌های محلی را دوباره خوانی می‌کرد، ولی استعداد خاصی که داشت در مدت بسیار کوتاهی به اوج شهرت و محبوبیت رسید. آریانا سعید جدیداً تصاویرش در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی در کشور امریکا بازداشت شده است، اما تاکنون معلوم نیست آریانا و حسیب به چی دلیل در امریکا زندانی شدند. ولی آریانا سعید بارها سفرهای متعدد این روزها به امریکا داشت و در امریکا نهاد برای دفاع از حقوق زنان ساخت که مورد حمایت گسترده افغانها قرار گرفت. دیری می شود آریانا سعید دیگر آهنگ جدید برای دوستداران و طرفداران صدایش نشر نکرده است، ولی من آرزوی موفقیت، سعادت و کامیابی برای آریانا سعید با جمع دیگر هنرمندان کشور خود از بارگاه عزت الله یزال تمنا دارم و در انتظار نشر تازه ترین آهنگ های آریانا سعید خواهیم بود. دوستان و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و طرفداران آریانا و حسیب به اشتراک بگذارید. برای عضویت با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درودی دیگر تمام شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.